بر شما. امروز اومدیم که بریم با هم قسمت دوم سری نصرت خان رو بازی کنیم که انشالله این بار بتونیم خیلی کارایی کنیم. تغییر زیادی نداشتیم که تغییرامون رو تو ویدیو بهتون میگم. پس همین الان لایک کن، چنل ما رو اگه ساب نکردی سابسکرایب کن و یه کامنت خوبم برام بذار. این بار کامنت بذار قسمت 2 یا بذار نصرت خان، واسه یه کامنت بذار. خب بچه‌ها اگه آماده این بریم سراغ ویدیو. بله اومدیم سراغ ویدیو که الان نمیدونم چیم. آیرون عجیبه نصرت خان نیست. او گل قشنگ، گل زیبا. خب تغییراتمون این بود که این چستای مبارک یه دونه آیرون اینجا دارم. رفتم یکم ماین، البته یه شمشیر روی کلنگم ساختم. البته فکر کنم کلنگ هایی رو پیدا کردم، نمیدونم الان یادم نیست. یکم تورچ، این گل مولارم بندازیم، دستکش زیبا. بعد 12 تا سنگ، یه عالم سنگ داشتم از اون ماین. وای من همون چیزایی که قراره بهتون نشون بدم قلبتون رو نگه می‌داره. این که ماینمونه، اول برم ماینشون شما نشون بدم که اینجا اومدم. خدا این ماینمون خیلی آبه، ماین آبیه کلا. اینجا اینجوری باشه. بعد دوباره اینجا میرسه به آب، بازم اینجا آبه. اینجا رو بیام به این صورت. این برای آیرون بود، اون بالا هم یه جا فکر کنم آیرون بود. بعد اومدم اینجا رو یه بیره آیرون. عجیبه من اینو ندیدم. نه این بذار بمونه، نه میکنم. عده بکش، یعنی من زور چیز کن بکن. امان بابا کاما تم شد وقتی که تم شده ایفل. خب حیفم نیست دار بکنم. خب بسته بینم. خب اینجا رو بکن دیگه. تم شد. آیرون هم داشتیم. آیرون دارم. البته فکر کنم یکم آیرون هم گذاشتم بپزه. بعد اینجا اومدم این ورا بازم آیرون فکر کنم پیدا کردم. یکم آره این ورا آیرون بود دیگه. اینجا ادامه ندادم. این از اینو من تو اپیزودهای بعد حالا ادامه میدم. شاید هم یه اپیزود فقط وسطا بذارم که در حال ادامه دادن. شاید یه شورت ویدیو بگیرم برای اینکه یکم تایم ویدیو خیلی طولانی نشه. سری پیش نمیدونم چند دقیقه بود، 10 قسمت یکیش. فقط اگه این آبا بذارن و من اینجا رو کلا خوش کردم بذار یه گم نشیم. این از ماین که من توی این ماین خیلی بعد اینجا مختصاتمونه. توش آب جمع شده. اینم فارم آبه. فارم آب که نیست، میخوام اینو بکنم فارم لاوا در آینده نزدیک. اوضاعم الان خیلی میشه. بعد بریم بخوابیم. اینم 9 تا آیرونی بودن که چیز بود ماین کردم خودم از اینجاها. این 9 تا هم بذارم. زغالمون سیب زمینی که نمیشه. قایق نه وای نه قایق نه خدا نه. وای من فکر کنم قایق رو میخواستم بره. اب نداره بابا. باید کار خاصی هم بکنه قایق. بردارم همین دوتا میپزه. مطمئنم دیگه میپزه. بخواب بابا. خب شب اول میگم. بعد الان روز 7، یعنی 7 روز کلا بازی کردیم. فکر کنم من همون 2 روز اینا بازی کردم. چون اینجا کمی یه خطری پتریه رو بگیرم چون نیافتیم نمیریم. باید یه چیزم شده. حالا بچه این سوی خانه یک کریپر ترکید و من اینجا باید درست کردم. این برجی که رو سرمه که بسته دیگه، اینجا هیچی نیست که منتهی میشه به بریدری که ساختیم. هم هیچی به خودمون نمیرسیم. بله حالا بگوین چرا ما این برج رو ساختیم که برسه اصلا به بریدر. مثلا بریدر چرا با برج اصلا. این یه ویلیجره که میندازیمش تو این بریدر. من کار خاصی هم که کردم همین بوده که همین بریدر رو ساختم که اونم با همون آیرون میگم، با سنگایی که از اون چیز بوده. یه از گایس بلک اومدم بالا و ساختم.
آره همین کارو کردم دیگه. کار خاص دیگه نکردم، همین بیلدر بوده. با این ویلیجر رو فقط با زور و اجبار از اینجا آوردم. اینجا آخرش منتهی میشه به اون ور ویلیج. کاش الایترا داشتم. وی بعد از اینجا بیفتی احتمالا میمیری در ره مرگ. آها زایه شدیم که بابا نه. اینجا چجوری ویلیجر آخه اومد؟ یعنی ویلیجر میگم زامبی. شما اینجا ویلیجر داشتیم آخه. ندارم. منم فقط فعلا باید اون یکی رو بندازم، بریم بندازیمش تو چیز. اینجا هم قبرستونه برای جناب آیرون گولم که من قرار اینجا لاوا بندازم و هر روز به این لاوا بذار. او جنگل چریگرو. خیلی دلم میخواد اینجا یه بریج بزنم. بریج نمیخواد. یه توکه پا بریم اونجا برگردیم. اسپید. اسپیدم حالا فعال کنم. اسپید فعال کردنی میگه. آها خب یکم از این چوباش بکنم. یه دونه سپلینگشم ای خدا تبر نیاوردم من بخودم. خرابه. آیا تبر دارم چرا خوبه. بهتر با تبر یا آیرونی میساختم، ولی خب آیرون ها میخوام نگه دارم که اینکه فول آیرون بشه. بعد ببرم یه بعد از الان فهمیده باشین که غذای ما بعد این سیب زمینی پخته است. خیلی به در میخوره. و چون فکر کنم چیزش هم دارم سیب زمینی پخته رو. یه مزرعه هم دارم. بعد فکر کنم یه جای خونده بودم با سیب زمینی هم میشه بیریت کرد چیزا رو، ویلیجرها رو، که ما با همون با سیب زمینی ایشالله بیریتش میکنیم. خب برم یه مزرعه بزرگ سیب زمینی درست کنم. خب سپلینگ باید الان افتاده باشه پایین. وقتی میبینیم نیافتاده سپلینگ ها. چرا سپلینگ بود؟ سپلینگ رو برداشتم. آره یه دونه سپلینگ دارم و دو تا از این نمیدونم چی. خب با همون سرعتی که اومدیم برمیگردیم. خب به ویلیج خودمون خوش اومدیم. ها اگه اینجا دستمون پتیتو داشته باشی که نداریم و ویلیج داریم. ویلیج چون من خیلی خوشم نمیاد همه رو میکاریم همینجا. نوش جان اونی که اینجاست. درک. خب حالا تو را که دیدین اون گل قرمزی که برداشتیم که دارم میمونه اینجا. حالا اون موقعی که اون زمانی که پولدار شدیم اگه کدو هم پیدا کنم یکم بسا یه حسی به من میگه نه میزانه. این چی باشه؟ صورتیه چجوری نیست؟ مگه داریم همچین گوسفندی؟ چه قشنگه رنگوه. نه بس سگ. خب بله اینجا هم که برم سریع اون ویلیجره رو بندازیم. وی لابا بگم دستا. وای شانس بودم کلاش افی بله سلطانی نمیخواد دیگه با اون بر چیزا ویلیجر رو بود. آخی دل غافل اومدم من اینجا چرا اینجوریه. خب داداش گلم نوکرتم هستم. میگم که من میام الان تبر رو آخه دراب کنی. اینجا رو میکنم ببینم که فکنده شد. بشینیم با هم بریم. خیلی خریده داشته گلم میدونستی آخه گور خر بیا اینجا. من گاه بخورم تو بخورم.
جون جدت ها. نون به نون داشتم من اینجا. ببین برد دارم. نگاه منو باشه من غلط دارم. نبرم بیا بوراخر یه دونه برد دارم و بیا این در من آرام برم درش میخوام موتورشون رو برم درش بیا برو برش دار خیلی بابا پایین ننداز که آخه کی گفت اینو بندازید اوکی باشه بشین فریا بیا من اینجا درست خب عزیزم دیگه غمت نباشه داریم میریم به خانه قبلش 2 سال لید دارم 11 دقیقه یقب بابا اونقدر از این واندرین تریدر ها که بودن بگم 2 تا اینا کشتم بیارم لید دارم به اندازه که این عمو جون رو بندازم اینجا بعد این دفعه بودیم عمو جون برو قربونت برم برو میگم داداشم بیا حالا نه شانس بیام پایین داداش گلم بابا خواه دوبار تو مسخره نصف جونم دمش خوردی برای من برو عقبه این مالتا الان میارم اینم برمیگردم اینجا بس خودم هم باید اینجا بیام تو روش خیلی خوبه که مثلا میدونیم چیزی داریم بد اگه سقفش فقط 3 بلاک باشه نیم ور و اگه 2 بلاک باشه برای رفتن میاد بالا ولی حرکت نمیکنه باید بشینی بیای و دوباره آخرش باشی از اینجا که ویلیجرها نمیتونن بشینن هیچ جوری نمیتونه این اما از اینجا در بیاد اینو میذاریم خودش میدیم بره بشینه میشینیم آخرش رو در میاریم خب شلنگو بده من شلنگ اصلی که نه چوبی هم نه سنگی بکنه من اگه اینم رو آوردم اینجا من سیستمات اینجا رو من خراب کردم خیلی قشنگ تر بود اون موقعی که داشتم میساختم شبم دوره میشه میخوام یه دقیقه یه چیز رو امتحان کنم این اما رو بیار دستش این هم زنبون نمیدونی چیزی میتونم بشم این کارانی برای زنبون نمیدونی ربیت چی داره بابا وای خدایا من چرا اینقدر بدبختم آقا ربیت نیم قلب کلن جون داره وای بودو زایه شدیم رفت بودو جلو دوربینم زایه شدیم آف کامرا بودیم بابا یاد چیزی الان اینا همه می نویسن تو چقدر نوبی نمیدونستی اینم فلان بودی جلان بودی بریز ای خدا چقدر ایکس پی هم داشتم خدا رو شکر جایی نیستیم این چند بزنیم اینقدر ایکس پی اینقدر ایکس پی الان 3 تا لول دارم ولی من ایکس پی بودا استفاده میرم بازی کنم بعد ایکس پی نگاه ها این کاری که باید بکنم به کارمش اینجا البته اینجا خوب نیست خب پس آخرین باری بود که نمیشه حذف کرد مثلا یه حیوانو که من دیگه نتونم مثلا ربیت بشم یا استون کاتر بشم استون کاتر شده در دیوار بشه وال بشه برو
آخ خب من فقط محض اطلاع بیام خونه و اینکه اینو اینجا بکارم، چون هرچی نزدیک خونمون باشه بهتره. فقط چیز کنم حالا لیدا بره، این بره، این بره، گوشت بره، بسمت بره، این بره، گوشت بره، آیرون بره، این بمونه، این بره، گل بره، این بره، سیفون بره، و چرم بره، پولم بره، فکر کنم با 20 تا فول چیز میشیم ها، یا 24 تا. خب اول یه دانه چکلیت، بعدا یه دانه تامبون، بعدا یه دانه خب البته من فکر کنم یعنی اشتباه کردیم. البته برم فارم بسازم. اینا که از چیزم میخوام این سری بیام یه فارم بسازم. فارم که نیست، اولین فارم بسازم میشه اولین چیزی که ما میخوایم با هم بسازیم. یک فارم علاوه. خب این تو ویلیج بود، این عمو جون، ولی فکر کنم 2 تا هم بود. یکشو کجا گذاشتم نمیدونم. شما حس میکنم بعد یه تغییرم داشتیم، اون خونه رو بزرگ کردیم، اینقدر فقط دیوارشو درست کردیم چون دیگه سنگم نرسید کاملش کنم. بعدن اینو بکنم، نه با این که نه میترسم. تا یه دونم داشتم شاید تو چست داشت. خب فارمو کجا بسازیم بچه ها؟ فارمو من یکم میام بالاتر. فارم لاوا، کلا یه دونه لاوا ولی میخواد اولش که شاید بعضیاتون بلد باشین. یکم هم سنگ میخواد که با همین 21 ایشالله کارمون را بیفته. و اینجا جایی که فارم بودن بعد برداریم. بعد صدا میاد اینجاش. باشه چرا این کندم اینجا هر چی بهتر بودم نگه داشتیم چون اولین کلنگم بود که اینجا هر چی روش باشه رو خرابه میزنه کنه. یعنی ما میتونیم حتی اینجوری یه فارم آبم بسازیم، ولی خب هیچ کس فارم آب نمیسازه واقعا، چون خب همه میدونن که لاوا از آب مهمتره. حالا من دایموندی هم نیاز ندارم، ولی به یه صورتی من چیزا میسازم. آب داره میبازشون بالا مگه نمه آب بشین. حالا ما یادمه که این برای دروازه ندر بود فکر کنم. اینجا بود؟ نبود واقعا. خب من یه چیز یادم اسم کنم. نه فکر کنم دروازه ندره. یعنی تخیلاتم برام فکر کنم دروازه ندره، چون من یه مپ دیگه هم دارم. خب بچه‌ها بعد اینکه من یه 2 دقیقه رفتم جاهای گشت و گذاری کردم اومدم فهمیدم که بله دروازه ندر نداریم ما و اشتباه بزرگی کردم. خب ندارم، نیاز دارم. انگاری که باید به غارها رجوع کنیم، چون این برای غار بود. من به همین غار یه دقیقه رجوع چیز میکنم. ولی خب اگر بارون بیاد میتونیم یه کاری کنیم و بهتر که بگم اگر بارون بیاد ما هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. بدبخت شدیم. بگردم او امرالد میذارم اینجا. امرالد یه دونه رو بکن تو چیزت حلقت. داداشا چه خبرتونه آخه؟ مگه جنگه؟ این بالا بابا، برو بالا بسوزینمت.
چقدر مادم والا این نون تنها نونیه که ما تو بازی داره. خب بچه ها فکر کنم اینجا بذار من بیام یه مزرعه بسازم بر خودم. از مزرعه مردم نباید استفاده کنیم که. کجا بسازم الان مزرعه خودم؟ نزدیک بیرودر یا دور از بیرودر؟ مهم نیست چاله چوله شد. در آینده یکم مزرعه‌مون رو بلند بزرگتر فلان هم میکنیم. فقط از اینجوری ما پر شده نه. آب نمیخوام بر خودم آب میخوام دیگه. دستمشو بعدش مثل بینم بگو بینم تو کجا میری تو عربی من دیگه بلد نیستم آهنگو بادا چند خب سنگ داریم، استیک داریم، کرافتینگ داریم، عقل داریم، داریم. بچه این که گفتم مراحل ساخته هو بود. خب داره شب بشه من سریع برم فقط چیزشو درست کنم. شب هم که مشکل نداریم بابا، ما اینجا گودرفت داریم، ما آیرون گولم داریم. بایوم پلنت یکی از بدی ها نمیدونم شما خوبی باشه. گله بابا بس کنید بعد گله است سن این بایوم پلنت زیده فاکش هم فرق داره. بچه ما اینجا کلا قبل دیب زمینی بکنیم. خواهم ببینم بیجارت داره من بزنم. خواهم ببینم مادم میگه که من میتونه منو بزنم. خواهم ببینم همه شون میتونم منو بزنن یا نه. چقدر من بیاد چقدر من فراموشی دارم. نشست نمیتونه دوباره کلاس کنه. دیری من نتونسته. بله من میدونم بچه چرا من مردم اونجا. الان دارم فکر میکنم فهمیدم که در رو ببند بگم پنجره جنازه رو ببند. من مثلا همون نسبت نیستم. ببند در رو سلام علیک. نمی خب مردی رو نمیر بزرگ میشه بزنی برگرد. فقط چون هر که دوست داری نتک ببند رو. چه شانسی داشتم نمیدونم مرد نمورد. حالا مهم نیست خیلی مهمه ولی خب چیزایی که میتونیم بکاریم. یه کستک از کجا اومد؟ آها یه کستک و 17 تا هم داشتیم بکن مزاوره ایزی. حالا باید یکم رجوع کنیم به ما رو بابا کامان کجا میری ایکس بیا اینجا بالا خب بالا دلم درد میکنه ای دلم درد هیچی بچه ها بکن مسخره بشه. خب برنامه یاد خدا سلام بریم. وی نداره وی داره. ما کمی اینجا گندم میکاریم واقعا خودم اصلا اسم هم جایدن گندم خوشم نمیاد. علاقه شدیدی جایدن به سیب زمینی پیدا کردم. من خب قبلا نمیدونستم که با سیب زمینی پخته میشه چیز کرد. میگیم باید دقیق باشه مشکل ایجاد نمیکنه. اینجا میذارم اون که اون چیزی که زیاده آبه. فقط یه چیزی که کمه توی نداریم. زودتر سیب زمینی رشد میکنه. خب ما این بریج خطری که اینجا زدیم اول باید بریم یه کاری کنیم بعدم بیاد.
چیکار کردم؟ درو کردم اینجا رو. خب اینم اینجا، اینم اینجا، اینم اینجا، اینم اینجا، اینم اینجا، اینم اینجا، اینم اینجا. من فقط یه تا کپا برم از اینجا پایین. یه تا کپا از اینجا بیام. دوباره بیام بالا. فکر کنم باید این رو انجام بدم که نه. برای اینکه خراب کردم نره پایین خراب نزم. خرابه بذاره. همین بس. خب پس اینجا که اینجا معلومه که اینا رو من کاشتم. بچه اون طرف نداره اصلا بینه. خب ویلیجر چه کشاورزی؟ بسته چیزای خوب میبینم. شاید که با این بزد. چیکار کنم خب؟ این سفیده دیگه. اگه فارم کنم خیلی اوله فرم خاصی به ذهنم نمارو تو نمیدونم بچه واقعا رد دادم. من هنوز میدونین کجام؟ من هنوز اونجاییم که از اونجا وای خدا به عنوان خرگوش پریدم پایینو. میگم اگه هیچی نمیدی که میدی خب برای من یه دقیقه گیم رو چیز کردم. گیم رو که نه یه دقیقه گیم رو اسکیپ کردم. خب همونجور که میدونین یا شاید هم نمیدونین که این کریپر خطرناک من باید یه 2 دقیقه‌ای فقط اگه دیسپان نشه دیسپان نره منظور بیام شمشیرم کو یعنی من شمشیر آیرونی رو نداشتم. شمشیر آیرونی من نیست. خب بله چی میخواستم بگم؟ یه دقیقه گیمو نگه داشتم که چی کار کنم که شمشیرم راستی نبود. شمشیر آیرونی شمشیر آیرونی بود. حالا چرا دراب شده بود نمیدونم راستش. خب حالا که من انقدر موندم اگه کریپر اینجا باشه که نیست زایی شدیم رفت. فقط من حتما باید یه دستم اینجوری باشه. خب حالا بریم. حالا دیسپان رفتن احتمالاً. خب حالا باید بریم یه کاری کنیم. ماین رو که نمیخوام. چرا ما بریم ماین بچه. اگه آیرون داشته باشم این ورا دیگه واقعا باید برم، چون اگه فول آیرون باشم که دارم شب میشه باید برم ماین. من کلا میگم چرا من حس میکنم اینجا باید آیرون باشه. یکم بابا آیرون نیست. باید یک برم ماین. یکم تو ماین رو بگردم. شاید تو ماینمون آیرون آقا ببرون. برسیم به اینجا. از اینجا میام اینجا. این چه؟ شست کاملم. این از کجا آمد الان؟ داداش اینو کی آورد اینجا؟ خودتون دیدین که این چیه؟ الان خب لباس چرمی. خب بچه پردکشن آمریکین که خب به در نمیخوره باز. این چیه؟ خب الان اینو من چیکار کنم اینا رو واقعا اصلا به در نمیخوره. خب اینو میپوشم بعد اینو میدم به آیرون گالمم. خب اینو یا برای آیرون گالم خلاصه من که مثلا به دردم نمیخوره. من لباس آیرونی دارم. ولی خب من دارم فکر کنم الان چی شده که اونجا اونجوریه. نان که اصلا نه. کرت
آها خب اینو بردار یکم بریم پایین. این اپیزود احتمالاً باید نصف بیشترش رو پایین باشه. نمیدونم شاید هم نباشه. نه این اپیزود رو نمیمونیم پایین، همین سنگی که کندیم بس. من حوصله‌ام نمیکشه مگر اینکه یه آیرون بیفته جلومون، یعنی اینجا برای یه آیرون پیدا کنیم، یا باید بریم یا ماب که نیاز ندارم بکشم. حالا خب اینی که شاید اینجا آبش چیزی هست، اینجا هیچی نیست. حدیدی که زغال است و با بریجی که یعنی بدترین بریج جهان این. من کلا تو بریج زدن خوب نیستم. مثلا سال خوب یه بار بریج زده بودم یه دونه، یه چه سری بود یادم نیست، تکیه که سری خودم بوده ها. شب نشده، شبه ببند بخواب مانستر بدون پس که مانستر هست ها. پس که فولچر خدا رو شکر همون نصرت نیست، بگه نه همون نصرت اصلا فولچرمو دوست نداشت. خب بله حالا ما این کف زمین میخوابیم. بچه ها یه مشکلی پیش اومد، مشکل که نبود، یعنی که میخواستم ویدیو رو تموم کنم اپیزود دومو که دست و پام خورد و ویدیو قطع شد دیگه، هم حوصله نداشتم ادامه بدم. همینجا بهتون میگم بچه ها لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اپیزود سومم میذاریم، ویدیوشو گرفتم. آره ویدیوشو گرفتم تا بعد اپیزود سومم ببینین. این قسمت کار خاصی نکردن، تو اپیزود سوم من فکر کنم کار خاصی نمیکنم. چرا اپیزود سوم کار خاصی دارم که اپیزود سوم بعد من قراره برم ماین یکم که همین دیگه. حدوداً قراره تو اپیزود سوم فول آیرون بشیم. تو اپیزود دوم فکر کنم مسخره بازی سر بردیم، فول آیرون نشدیم، ولی فول چرم شدیم که اصلا خوشم نمیومد از چرم. ولی خب تو اپیزود سوم میریم تا فول آیرون بشیم. بچه‌ها همینجور که اول ویدیو هم گفتم لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بدرود.